الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عزیز و بزرگواران، چه الله پاکی کلام خدمت شما آیه از سوره توبه تلاوت بود. یہ آیه کریمه در رابطه به نماز، زکات و خشیت من الله. الله بنده اما این که چوتی الله خوف و امید داشته بیوی، امر با خوف و امید از الله احکامی که به صورت عموم هیچ کسی استثناء نہیں کہ مالدار ہیں یا بیمار ہیں، مسافر ہیں یا مقیم ہیں، مریض ہیں یا سالم ہیں، پیر ہیں یا جوان ہیں، مرد ہیں یا جنین ہیں، همه مردمان ها یہ رکن اسلام شامل ہے، اینام نماز. و در کنار نماز الله تبارک و تعالی برای
ثروتمندانی که واجب زکاتن زکات فرض کده، آیانی که بی احکام الله پابندی بکنن ایشان اولیاء الله گوشکوند، نه تنها ساده مسلمان، شان ولی گوشکوند اگر تقواها پیشه بگیرن. و آنی تعلق همیشه با الله مساجدانه، به هر مسجدی که در محله آنها است ارتباط خاص گو الله مسجدان آنها هست، ایشان مؤمن نشانی هست. سوره توبه آیه 18 خداوند فرمایش کرد انما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. امانا آباد کنند الله مساجدان کسانی که ایمان به خدا دارند و تی 5 وقت نماز آوانند و تی اموالانی زکات دیند ولم یخش الا الله، آنی ترس تنها چه الله که غیر الله نترسند. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، ایشان هدایت یافته هم، چون راه هدایت درست برای وقت انتخاب کده و به مسیر صراط مستقیم خداوند آینا بشارت دیگه. ایمان، نماز، زکات و خشیت و هیچ گرانی کاری برای مؤمنان نه. امر با سلامتی که الله تبارک و تعالی انسانی داده و همه جانبه سراتا با الله نعمتان ما استفاده برگیم و تنها این نعمتانی بخشوک دو خود الله، صحت از جانب الله، هیچ کسی ما شما را صحت داد خود نکن. دکتر وسیله هم، اگر خدا بلوٹی آنی دارو شفا دیان، نلوٹی نبید. ما دکترها وقتی طبیب بدانه نعمت سلامتی بخشوک دوک نه. الله تبارک و تعالی نعمت علم طب داده و می مریضان علاج و دوا کنند، اما مرض و شفا تنها از جانب الله، صحت تندرستی از جانب الله و ایشان مسترین نعمته. در شرایط سلامتی بدن و الله نعمتانی که به ما دادند ای از آسایش و سلامتی و امکانات، ما باید بیشتر الله تبارک تعالی بندگی و عبادت بکنیم. قراری نه که اگر یکی مال نیست پشت بکن گو الله و بگشی که الله تو من مال نداده من پرچه نماز کنم، یا عکسی الله تبارک تعالی مال داده احساس بکن که یہ چند روز مال و منالی که الله منا داده پس منا نیازی به خدای بندگی و عبادت نی. هرگز یہ تصور و فکر نه مالدار بکن نه بیمال، نه بیمالیا با آنها بکن برای ترک بندگی و عبادت الله، نه مالدار ایشا برای وقت یک بهانه ای بکن که انو من همه چیز است، من به عبادت نیاز نیست. بله عزیزان،
ما را شما را به بندگی خدا نیاز است. ما شما محتاجیم. قل هو الله احد الله الصمد. خدا بی نیازه، ما شما نیازمنده، ما شما بنده الله ذات. باید وقت همیشه با الله ذات نزدیک بکنیم و در حالت نعمت و صحت خدای بندگی و شکر را بیشتر به جا بیاریم. آیه‌ای که خدمت شما من تلاوت کرد و ترجمه خدمت شما عرض کرد، خداوند تبارک و تعالی همه چیزا چه انسان لوٹی با تمام نعمتهایی که خداوند به ما داده و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر خدای نعمت ما شما بشماره میشه دست حساب کنه که نبند. خداوند عزوجل که زبان قدرت چشایی داده، تلخ و شیرین یه تکه گوشت، یه خداوند که چما نازکینا خداوند توفیق بصیرت به ما داده، یه خداوند که گوشانی پرده شنوایی توفیق به ما داده، یه خداوند از راه دو سوراخ بینی قدرت بویایی الله تبارک تعالی به ما داده. بسیاری چی بندگان چه این نعمت ها محرومه. آنی دیما اطرا یر بکن یا دشوی غلازتان یر بکن هیچ فرقی نیست. آزان که یه بویایی چی نعمتی الله تبارک تعالی به وسیله بینی به من داده. خود بدن انسان گرمی و سردی احساس کن، یہ اللہ تبارک و تعالی مدنی نعمت ہے کہ ما در گرما گرمی احساس کنیم و در سرما سردی احساس کنیم و به وسیله بدن انسان ہے. ہر اعضاء اللہ تبارک و تعالی یہ خاصیتی داتا ہے کہ ہمہ نعمت ہیں چنہ قدر بزانے و در مقابل یہ نعمتاں خداوند تبارک تعالی به معنی واقعی بیای بندگی و عبادت بکنه تاکہ ہم در دنیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نعمتی به ما شما داده چه آن نعمتان اللہ تبارک و تعالی صحیح استفاده کنگین و برگین و همه به ما بعد از موت که قطعا به دو سراغ و دنبال ما یاگین پیری بھی یا جوانی بھی امرا با صحت مریضی بھی یا بدون مرض بھی اما یہ موت به سراغ ما یاگین. سعدی رحمت اللہ علیہ گلستان اتحاب به ما گوشگین ای دوست چو بر جنازه دشمن بگذری شادی مکن که بر تو همین ماجرا رود. ای دوست وقتی که دشمن جنازه تو گندگی که مردانی کوپگانی برگندی به قبرستان توکشه مرچی منی خوشحالی روچه منی دشمن مرده رفته سعدی گلستان اتحاب گوشگین شادی مکن. ای دوست چو بر جنازه دشمن بگذری شادی مکن که بر تو همین ماجرا رود. یه روز بطا همین یه روز بطا یها حالا پیش کبته تو آپس و تو پیش و آپس ولی قطعا یه اتفاق یاگیگه. ما با یه برای دلاواش نکنی که من سلامت و تندرستم مال و منال من است دوست احباب من است عرش من دلم محفل و جلسه جلوسه یه یه فکر همیشه تو دل باید بدار یک روزی من در قبر تا به تنهایی وابستگی آبادی یه دوستانی که دوربر تو منو هستن و تمام فرار کنن تروا و نه آن نزدیکا خیلی هنر کنن تا قبرستان یا و بعد از دفن هر کی وتی چادر چندی تو دوباره برگردی رو آشب تنهایی هم و مد نظر داشته ببین و آی راه تنهایشی که ما الله تبارک و تعالی احکام خداوند تبارک تعالی بندگی به معنی واقعی انجام بده. دنیا ما را به غفلت دور مدن، فقر و فاقه ما را فریب مدن،
همه چیز از آن الله تبارک و تعالی هم. خداوند تبارک تعالی هر بنده وقتی که هر چیز دوست داری اماییدند. پس ما باید تا قید حیات و در زندگی وقت همیشه به بندگی الله تبارک تعالی بپردازیم و فرزندان وطا اولادان وطا از زمان کودکی به آداب اسلامی به روش اسلامی با تعلیمات اسلامی با احکام اسلامی آینا پایبند بکنین آینا تربیت بدهین. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایش گرامیه عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن أبي عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة امر بکنه بودی فرزندان به نماز وانگاه. امر بکنه بودی فرزندان دستور بده بودی فرزندان به نماز. از چه زمانی؟ و هم ابناء 7 سنین، زمانی که 7 ساله هم. چه 7 ساله چوکان اما به میکشون چه 7 سالی چوکان بودی که به دبستان دیم دهید، به مدرسه دیم دهید، به تعلیم دیم دهید. چوکان بودی که چه 7 سالگی واجه رسول الله کشه که به نماز آیا وادار بکنه، نماز دستور بده. اما به میک واجه رسول الله وقتی فرزند ارجمند حسنین امام حسن و حسین واجه رسول الله صلی الله علیه وسلم چه کودکی دستور دادن به نمازه. حضرت عبدالله ابن عباس پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسر عموی عباس پیغمبر ناکوی پسر براتینی که من وقتی خاله لوگا یا شبیه رفته گتا من نمودن قیام کت. من یه بازی 4 ساعت پاسی از سب نگذاشته که واجه رسول الله پا داد چه یه مشکی واجه وضو گفت. منی اولی شبی من رفتم واجه لوگا و تی خاله لوگا بی بی میمونه بی بی لبابه ام الفضل حضرت عباسی والده و مادره بی بی میمونه پیغمبر دواری کو دوی گوارا ایشی هم مشه موشه حضرت خالدی ماتم بی بی میمونه گواره. حضرت خالد هم پیغمبر دواری کے گوار ذاتے یکی خاندان قریش ہیں. حضرت خالد کشی یہ زمانہ حضرت عبداللہ کشی یہ زمانی عمر 8-9 سال ہے 7 سال بین 8-9 سال. میں اولی بار رابطے ہوتی خالہ لوگا میں چاہ رہے کہ واجہ رسول اللہ ساتھ آئے از شب نہ گزاشتا واجہ پاتی آگے چماش کیا واجہ وضو کرے گے و واجہ یاد مسئلہ سرات لگے بھی نماز وانگا دعا و اذکاری کو وانگی تا واجہ وانتا خدا شروع کو نماز. منی اولین بارا من هم پاداتا با 7 سالگی با 8 سالگی واجہ کی مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین فرزندان چه 7 سالگی دستور نماز بده. عباس هم کشه که من همی عمر مرد چوکتا من واجه دی نماز وانگیم منم پاداتا چه مشکی منم وضو گب واجه تحجد وانی من پاداتا واجه کشا ویشتاتا تحجدون شروع کو. غافل از ایشی که من واجه راستی دهنه کا بیان بوشتم نه چپا من نزاند من چپا بوشتم یا راستا کسانی چوکی هم واجه نماز لابا منی گوش گفت که پشتا یارتی منه وطی راستی دهنه کا بوشتارین تھی. اولی نماز با جماعت حضرت عبدالله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا نماز تہجد ہوئے بیوانی آن نماز رسول اللہ آن تہجد رسول اللہ کہ بزرگی صحابہ
واجه پوشتا وقتی نماز تهجد وانتا قیام خود نکتا دو رو کدا گشته تحمل خود نکتا از کثرت قرائات و قیام و وشتک واجه نمازانی سرا هر 50 آیت برابر با هر تسبیحات یک رکوع یا سجده بوده هر زمانی که واجه به سجده یا رکوع رفته اگر یک مرد 50 آیت بواندی تازه واجه سرچه رکوع بلند کو عباس عبدالله کسی که من واجه پشتا نماز واند آیا ادب چه پیغمبری لوگا از پیغمبری دستا یاد گرفته گد و به این خاطر مدنی شخصیت بودن بعد از وفات رسول الله مصری عالم مکه بعد از وفات رسول الله حضرت عبدالله ابن عباس مردم در مسائل فقهی در شهر مکه به عبدالله رجوع کنند اما عبدالله که ابتدای عمر پیغمبر پوشان نماز تهجد ویل بیوانی یا چوکا نمانه واقعی تربیت و تعلیم بدهید تاکه باشد در آینده شاه راهنمای امت ببین هادی امت ببین عالم امت ببین قاضی امت ببین رهبر امت ببین مرده دوباره زنده نبین برای راهنمایی و رهبری ما اولادان ما فرزندان ما نسل ما از بنی آدم باید یه وظایف انجام بدیم واجه رسول فرمود که وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین تا 10 سالگی رسته اگر نماز سر چوک کم کوتاهی کنگی آیا بجن واضربوهم بجن تیبتی چوکا تنبیه ادب بدهیتا علیها ای علی الصلاة اگر نماز سر کوتاهی بکنن و هم ابناء 10 سنین اگر 10 ساله ببین در امی 10 سالگی لابا واجه دیگه حکم جدیدی صادر کن فرماش کن و فرقو بینهم فی المضاجع شبان یا لوگا چوکا 10 ساله موابی یا سالیمات مبارک رسول الله صلی اللہ به امت وته آزمانا مکان جان محدودیت بوده انو هر ساختمانی 5-6 اتاقی و هر یکی برابر یک اتاق انتخاب کن آزمانا چوکا همیشه گفت ماتن در یک اتاق زندگی کده واجه فرماش کو و فرقو بینهم فی المضاجع وقتی که 10 سالگی رسته چوکا اتاق تو وقتی اتاق چوکا موابی آیا از جدا بکن 10 سالگی اگر نماز تا کوتاهی کنه به نماز آیا تنبیه بدنی بکن و اگر 10 سالگی رسته وقتی یکی اتاقا یکی ساختمانا یکی جاها چوکا وقتی موابی آیا شعور آیا تشخیص آیا خیر و شر تشخیص دادن معلومه و نرسول فرماش کو و این خاطره اگر نماز را کوتاهی بکن یا حق تنبیه و توبیخ هسته غرضشن الله تبارک و تعالی یه نماز یه زکات بر ما فرض کردن و ایشان سر ما باید پابند ببین و ایشانی عظمت ها و ایشانی جایگاه ایشانی برکات ها همه چیزا ما باید خوب درک بکنیم نماز تعنود به معنی واقعی ما آئی جایگاه جانه آرگیم سجده یک جزئی از نماز ارکان نماز قیام قعود رکوع سجود قرائت یہ ارکان نماز ہیں نماز بعد قیام بکنے بوشتے نماز بعد علام دو سورہ بوانے نماز بعد رکوع برہ نماز بعد دو سجدہ بکنے نماز بعد قعود بکنے و تحیات بوانے با واجبات سنن دیگری که نماز داری تھے اشان ادا کو ای نام نماز پس سجدہ یہ کہ رکنی از نماز داخلی چیزاں یا فرضی از نماز داخلی چیزاں یہ سجدہ عظمت گوش کن تاکہ ما بدانیم که نماز نباید از من ترک ببینیم
سجده یعنی چی؟ شما خبر دارید انچون که شما را جز ایمان ماهی که بردای قیامت مردم که قبران پادیان حشر با محشر میدان را وشتن و در انتظار بند که خداوند طلب حکم حساب کتاب کردی شروع بی و نبید. تمامی انبیا حضرت آدمی خدمت رسن و عرض کنند که تو جد و پدر بزرگ ماه، تو الله درباره، تو مسجود ملائکه، ملکان ترا سجده کته. اگر ما را عزتی رسه به خاطر تو، برای الله برا درخواست بگن که حساب کتاب شروع ببی. آفتاب به 1 میلیه یا رسه. مردم در باید یه دارکان تا غرق، مردم چه باید بیزارن لوٹ از یه عذاب چه یه محشر میدان سختی هم نجات پیدا بکنن. تو برو الله برا به عنوان مسعود ملائک و جد بنی آدم از انبیا و اولیا تمامی انسانانی پدر بزرگ حضرت آدم معذرت پیش کرد چی که گندم دانک من بی اجازه وارد من جرأت نکنم خدا دربارش برای شفاعت کبرای سفارش بکنم، شفاعت بکنم، منی جاگاه نہیں. حضرت ابراهیم تو بیا، تو خلیل الله، ترا نمرود برهنه کو آتش تا دوری داد، آنکه لطف خویش را اظهار کرد بر خلیلش نار را گلزار کرد، بر خلیلش نار را گلزار کرد. نار آتش گلزار باغ. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم و ارادوا بی کیدا فجعلناهم الاخسرین. تو بیا سفارش کن، آواجان عذر پیش کن که من بودی پته سفارش کد و من حق سفارش نیست، من جرأت نکنم. حضرت موسی تو بیا و کلم الله موسی تکلیما. تو بوده خدا درباره کوی تو رفته گو خدا ام کلام بوده که تا 10 روز تا 40 روز تا هفته تا ماه تا روز تا ساعت شرف کلام الله، الله کلیم الله خدا به تو داده. حضرت موسی فرماش که من قبل از وقتی نبوت یک فرعونی کشته گد، من جرأت نی، من جرأت نکنم. عیسی تو برو جلو، خداوند عزوجل ترا در کودکی قدرت سخن گفتن داده گد. تو وقتی مات براعت بیان کو مردمان دیما. قال انی عبدالله آتانی الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مبارك اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. تو بیا ای حضرت عیسی، تو کسی خداوند ترا قدرت سخن گفتن در کودکی داده گد، تو بیا جلو. آن جواب ده که نه منی کار نه. برای حضرت رسول الله برا یہ شفاعت کبرا افتخارات محمد عربی صلی الله علیه و سلم بگشت. نو یا تمامی انبیا و امتان واجه دربارا محشر میدانا و واجه عرض کنن که حضرت نوبت به تو یا ترسته.
ما از همه بزرگواران ناامیدیم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از اینکه شفاعت بکن به سجده رود. بحث سجده و نمازه. یه عضوی از نماز، سجده یک حصه از نماز، یک رکنی از نماز. اما امیر رکن نماز، امیر سجده، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه شفاعت دادند. قم فارفع رأسک و سل ما تعط. خداوند اعلام کن سرا بلند که از سجده بلوٹ هرچی تو لوٹے ما ترا دهیم. مستقیم نرو رسول الله دیما من محمد عربی صلی الله علیه وسلم به شفاعت یاتگم. اول به سجده 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 غافل مبه. شما ارزش سجده ایته، شما جد ارزش پیدا کچه سجده ها. حضرت آدم صاحب ارزش روچ ملکان سجده کنگا. رسول الله چه سجده کنگا اجازه شفاعت دیگ بیت. شما اگر پرده قیامت بهشت لوٹے چه سجده کلید بهشت دستا بکنه بروید و کلید بهشت لا اله الا الله، امرا با نماز، امرا با زکات، امرا با روزه، امرا با حج، امرا با اخلاقیات. آن کسانی که شما تا هنوز از نماز جمعه غافلید، خدا هم لوٹے تا به سادگی فریب بدهید. بیا بیا ارزش نماز دریاب و برای نماز و در از اول روز و تا آماده بکن تا که چه نعمتان خداوند به تو دادگانتی به عنوان شاکر و در برابر شکر مزید نعمت خدا به تو بدند، مزید نعمت از خدا بگیره، نه یک کمی نعمتان خدا از دست شما بگیرید. با سجده حضرت رسول اجازه شفاعت بی. با سجده حضرت آدم مسعود ملائک و صاحب فضیلت قرار گرفت. با سجده بهشت الله تبارک و تعالی شما را نصیبی با نماز. یہ نماز نه، یک قدم جلوتر بیایید در باب نماز. عن عبید بن خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين رجلين فقتل احدهما في سبيل الله ثم مات الآخر بعده بجمعة أو نحوها فصلوا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ قالوا دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحق بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته بعد صلاته وعملوا بعد عمله، أو قال الصيام بعد صيامه، لما بينما عبد مما بين السماء والأرض. رواه أبو داود والنسائي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نماز ارزش، شفاعت اجازه با سجده و نماز. ارزش هر انسان نسبت به یک دیگر، فرق مراتب و درجات بین دو مسلمان
در مال نہیں، در پست مقام دولتی نہیں، در ثروت نہیں، در خاندان نہیں، فلان خاندان فلان خاندان کا نہیں، فلانی افسری درجداری نہیں، فلانی رئیس آئی کارمند نہیں، فلانی مال بے مال نہیں. بیائے از ابو داود، بیائے از نسائی، بیائے از عبید ابن خالد، صحابی بزرگوار جز بکنے آشمارا چه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیام عزت و شرف و فرق درجات و تفاوت درجات بدن. عن عبید ابن خالد ان النبی آخا بین رجلین، دو مرد در میان پیامبر اخوت برقرار کد. پیامبر عزیزا در مدینه منوره همیشه و همیشه بین هر دو مسلمان اخوت برادر اسلامی برقرار کده. عمر با یکی، ابوبکر با یکی دیگر، عثمان با یکی، علی با رسول الله، بلال با یکی، مهاجر با انصار، انصار با مهاجر. هر دو نفر وعده شما دو برادر یک دیگره. اگرچه میراث ارث نبرد ولی در کارهای دین و دنیا با هم همکاری بکنید. شاوشه اخوت اسلامی واجه دو نفر در میان اخوت برقرار کد، برادری اسلامی. انچو برای کل صحابان واجه یہ برنامه اشتگد. فقتل احدهما فی سبیل الله. دویم برات اسلامی، نه برات نسبی، اخوت اسلامی کو واجه برقرار کدگد. یکی چه آیا یک جمعه یا کم و بیش پیش را مرد. فقتل احدهما فی سبیل الله، یکی چه آیا به جهاد رفتگد، در جهاد شهید بود. جهاد شهید صحابی، شهید مدنی، شهید صدر اسلام. ثم مات الاخر بعده بجمعه او نحو. دومی نفر یک جمعه فاصله یا کم و بیش وفاتی کد. فاصله یک جمعه، به یک جمعه بعد دومی نفر مرگه. ببین تفاوت را از کجا تا به کجاست. ببین تفاوت درجه در چی چیزی ته. قومیت، مال، نسب، مقام، یا نه دین، عمل. خوشا به آل آیانی که در لباس، در هر لباسی ببین اما با ایمان و عمل، با ایمان و عمل. دومی نفر بعد از جمعه یا کمتر یا بیشتر وفات کرد. اور جهاد شهید بگین یہ بعد از یک هفته وقتی موت میگین. فصلوا علیه. دومی نفر جنازه صحابه دیند. فقال النبی ما قلتم. بعد از جنازه واجه جز کن چه صحابیان، یه صحابی واسه شما چی گوشت؟ شما چی دعا لوته؟ قالوا دعونا الله، دعونا. ما همه صحابیان دعا لوتید ان یغفر الله، خدا ایشی مغفرت بکن. یه دومی نفر بعد از هفته میرگه الله ایشی مغفرت بکن و ای رحمه بکن و یلحقو بصاحبی، ایشی اگو صاحب درجان برسید. یعنی اگر چه شهید نبوده، شهید بوده، ایشی به درجه شهیده برسید. درجه کمتر مگن چه شهیده گا چای دوست بوده. هم درجه بکن دوینا، محشر میدان دوینا همراه بکن، هم پله بکن، هم درجه بکن. فقال النبی صلی الله علیه وسلم
واجه گویا شما سخت ظلم کتا داره کشی یه رنگی دعا پیشی لوٹه که شما عرض کن یا رسول چرا؟ قال فإن صلاة بعد صلاته وعمل بعد عمله وقال الصيام بعد صيامه واجه گویا ایشی نماز برای کجا بودن یک هفته کم و بیشه چی روچه کجا بودن چی باقی عمل کجا بودن چی تلاوت کجا بودن چی دیگه اعمال کجا بودن دیماتر واجه شگه لما بینما عبد مما بین السماء والارض فرق درجات به اندازه زمین تا آسمانه با یک هفته نماز و رویتگان با یک هفته عملانشیگان که آشعید درجات اسی درجه از زمین تا آسمان بالاتر رفته نماز کم مدانه به یک نماز یا حسرت بور کذا یا نه به نمازها بزرگان فرمایش کنن که اگر یک نفری بی نماز بی تا چه این لوگاشی اثرات شومی رود وای بر آن لوگی که همه افراد لوگ بی نماز بیان محله تا اگر یک نفری بی نماز بی شومی محله تا چه منزل تا چه لوگاشی اثرات منفی روان اثرات بی نمازی آجران با آدگر لوگ اثر کنن چه به حال کسی واجه فرمایش کنن که اعضای خانواده بی نماز ببن اعضای خانه کل بی نماز ببن نماز به فاصله یک هفته یه عادی موت شخص درجات شهیدگاه از زمین تا آسمان بالاتر باد از زمین تا آسمان 500 سال راهی از زمین تا آسمان 500 سال راهی پس تفاوت درجات با ایمان عزیزان با عمل در کنار نماز الله عز و جل بر ما شما زکات هم فرض کده از زکات غافل مبید از صدقات غافل مبید از نوافل خیرات سنات و محروم مکن یہ فرصت یک بار که از دست رفت دوباره به دست نیت تا هنوز فرصت به تو از الله تعالی به تو داده چیزی در راه خدا بده وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما فرمایش کنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاءه فسأله أن يؤتي فقال ما عندي شيء ولكن ابتع يا علي فإذا جاءنا شيء قضيته فقال عمر الفاظ عربية ولي نام عمر علي رسول الله كشما قابل چيه كشغا فقال عمر يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا فتبسم فرحا بقول الأنصاري وعرف في وجهه البشر ثم قال بهذا أمرت يا عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام واجه رسول الله نشته مدینه مسجد رسول الله هر روز واجه جلسه و دیوانه آیات نازل بگن جبرائیل گو ملکی آگن احکام بیان بگن دین احکام بیان بگن یک مردی که رسید ان رجلا جاءه فسأله مردی که تو واجه گره عرض کن که واجه من مستمند و محتاج من کمک بکن فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيته ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيته
واجه که سائل فرزند عزیز تو یا تا از من سوال کنه که ما اندیشه مرتی منی گوره هیچ نی مرتی منی گوره هیچ نی ابتع علیه فاذا جاءنا شیء قضیتو برو دوکان عوام کن من نام سرا وقتی که چیزی من رسه گوره ما عوامان دیم ابتع علیه منی نام سرا عوام بکن فاذا جاءنا شیء قضیتو وقتی که چیزی من رسید ما عوامان دیگه دیم برو دوکان داره بگوش رسول من دیم داده هرچی طرح لازم بدو حضرت عمری دل داره نبی حضرت عمری دل داره نبی فقال عمر یا رسول الله قال عمر یا رسول الله شما خوب زنه شما عمر گوشه یا رسول الله ما کلفک الله ما لا تقدر علیه خدا را تر مکلف نکشه هرچی تر توانایی نیه هرچه وام کنه بگن نیه ده وام کنه یعنی چیه اعتراض سوال عمری گه از راه ادب گوشه گه که رسول الله خداوند تر مکلف تکلیف مالا یطاق نکده آچی تر نیه بگن نیه آمده جو برو من نامزه وام کن یعنی چی یا رسول الله پرچی این که بتا مکلف کنه گه پرچی این که بتا ناراحت کنه گه نیسته آزان نیسته توکشه نیسته ده برو تی نامزه وام بکن یعنی چی یا رسول الله وقتی که حضرت عمری یه ابرانش کن فکره قول عمر واجه سنگین تمام بودن قول عمر سنگین تمام بود که عمر تو چی اومدن ما باش مردمان برای حاجت یاگن نیست من بکشه وام مکن چیه کشه عمر تو واجه ناراحت بی دیمی تهار بی یا مردی انصار بودن نشته مدینه والا انصار مبارک بودی انصاری انصار پمیشه کشه گنده نصرت دوک فقال رجل من الانصار مردی از انصاران مهاجر نه انصاری مدینه مردمی هنوز شما برای مدینه اخلاق مکه اخلاق فرق نگه بازار برای هنوز تو برای تحساس کنه که مدینه مردم تا ای سال گیشتر چه مکه مردم انصاری گوشه یا رسول الله انفق ولا تخش من ذی العرش اخلالا یا رسول الله خرج بکن وام بکن مطور که الله از تنگ دستی خدا رسینی به تو عمر بشی وام مکن انصار بشی پروام مکن انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا که صاحب عرش از تنگ دستی مترسی یا رسول الله وام کن بده خدا رسینی به تو که اشی انصاری برا فتبسم واجه لبخند جن فرحا از خوشحالی رسول خدا از عمری برا ناراحته که انصاری برا خوشحال بیته و تبسم کن به قول الانصاری و عرف بی وجه البشر بشارت شادمانی که پیغمبر چهره معلوم بود ثم قال پدا واجه بهذا امرتو ای عمر ای دیوان مردم شما باخبر ببین خدا باید انچی کارن واسه امر کده اگر نی وام بکن و بده و بهذا امرتو همین چیزن سر منی الله تعالی امر کده بده و چه صاحب عرشا مطور اگر مرچینی باند خدا یواده به تو دم رسینی اگر نبو وام بکن بده ولی سایلا دست خالی برمه کردی واجه بطی عمله واجه بطی افتخار رسول الله صلی الله علیه وسلم یه نکته پیش کرده وقت هم تمامه ولی متم یه سخن قبلی مکمل یه گپ که حضرت عمر و رسول و انصاری گه حضرت انس
حدیث جنده نمانه برای شما ساق وقت شما گرگ مبی صرف ابتدای وانن بس. انس ابن مالک گوشگین خادم رسول الله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية فجبذ عربي برضاه جبذة شديدة حتى أثرت الحاشية في صفته عاتق ثم قال يا محمد اعمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تعمل من مالي ولا من مال أبيك. حديث رواه مجمع الزوائد. رسول الله عمری و انصاری اول متم مکمل آیی رسول الله حضرت انس کو چگه من واجه امراتم واجه یه چادری غلیظی پشتاد ابریشم نه نازک نه غلیظی نه چه پشمات یا عربی چه پشتا که بدون جوسفورس چادر چه واجه گردنا بزور تا تندی کشی بزبطی حتی اثرت العاشد فی صحبت عاتقه حتی واده پشت گردن سور تری چه کشگا یه چادره گا چه عربیه گا چه کوهایاته بد نیک نزان یه آی فیزیکی عملی آی زبان چیه کشگی یه آی دسته عملی که چادر واده پشتای چادر مانه چیه؟ چادر مانه چیه؟ واجه کمیس برانه فقط چادری پشتا یعنی آ زمان پیامبرا یا قمیص و شلوار بوده یا ردا ازار بوده چرک بوده گو چادری ها واجه چرک بسته سرا چادری پشتا داده قمیس برانی عربی که چادر واجه گرده پشمینا و غلیظینا تون کشی زبطی سر کشی به قول بلوچی حتی که گردن مبارک واجه سور تری یه آی پیزیگی برخورده اما قولی چیه کچگه ثم قال نور رنده کچگه یعنی یه بیادبی ها کنگه رنده کچه یا محمد اعمل لی علا بعیره حاضن من مال الله الذي عندك یه دو اشتر من اوره من یاته انتی گودا یه دوی اشترم بار بکن بده یه دوی اشترم بار بکن من بده بعیرین دو شطور من اوره من چه کوها پیدا کن شدی کن خانوادم بردگی یه دوی با اشترم من بار که بیت المال بده چکونه من بده من مال الله الذي عندك مالی بیت المال خدا تی گرانی فإنك لا تحمل من مالك تو منا چبوتی مالا نده ولا من مال ابيك نه چبوتی پدری مالا منا دیا گه یا الله رسول الله بسگه نه تو چبا دیا گه نه مال پدر رو دیا گه بلکه الله مال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم و خاموش نندی تا یا برام گوش کن برخورد فیزیکی به جای خود گردن چادر کشک به جای ود یه گپان تون دینا یه مال الله که نتایگی نکتایگی یه به جای ود واجه خاموش سران نندی تا یا برام گوش کن حدیث گوش کنه عجله مکند فقال المال لله و انا عبد الله عربی تو درست گوشگه مال الله گی من الله بنده هم یہ مال اللہ گی و من اللہ بنده هم اما ترى یه دیگه چیزی گوشه ثم قال و یقاد منک یا عربی ما فعلت بی اما یه چادر کشک میگردن سورتر رگه آواز منو بده یارندی رنده مالی ما تو فیصله کنی تو منی گردنا چاب سورتر ده پرتر که یه کارو گوام بکن ایشی آواز بده به من ایشی انتقام منو بده رنده که من تو دیما گوه مال الله کا کنی بیشک مال الله که من الله بنده بله منی وقتی تکلیف چیه تو یه بیادبی گوه من گو ایشی جواب چیه بیا ایشی بدلا بده عربی چیه گوشنگی قال الله عجب قال الله من هیچ عوض ندیم من عوض انتقام ندیم پرچیه بابا مگه تو یه کار گو من نکو باشی کتا گو ولی عوض ندیم انتقام عوض جواب ندیم قال لیما پرچیه بابا
پرچی تو جواب نده؟ قال لعنك لا تكافي بسيئة السيئة. تو ایک بار بدی بدر بدی نگره. من چتی اخلاق یوگا بران کنگم. ایک بار تو بدی جوابا به بدی نده. سین رسول الله بدی جوابا به بدی نده. فضحك النبی وجه راگی بکندگا. تبسم نکنگه. ضحك آشکار کا وجه بودی کندگا. فضحك وجه کندید. ثم امر پس دستور بلال و اصحابه دیگه ان يحمل على بعير بشعير وعلى بعير بتمر. دستور ده برای یک اشتیا چه دوی اشتیا که یکی جو بار کنه یکی خورما بار کنه. یکی جو بار کنه یکی خورما بار کنه. بدید عربی ببروتی ملکا. من تا تو بیرم نگیرم. ترا معافی. از تو گوشت من انتقام نگیرم. من انتقامی مردمی نه. من متی آواز چه مردمان نگیرم. من فقط عبدالله ها. من الله بنده و مال الله مال الله کی. عزیز و واجه ها. بیای نبی تو شما بشه لا اله الا الله. نبی با کلمه شما وانگه. الله چه جزا خیر بدن که چندگی اون چه شما گفت. نماز زکات، نماز صدقات، نماز اخلاق. ایشا وقتی زندگی تا بیاره. مردم گریوانه کمالی نہیں. مردم آزادیه کمالی نہیں. مردم مال ورق کمالی نہیں. کمال مردم دل دستا یارنگه. محمد عربی کلمات تو بانگه لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله می مردی. شکل من بیر نگیرم. برای صحابی هم گوشتگیم بلالا یک باری از شطور جو بکنه یک چیز بار کنه یکی خورا بده بری روتی ملکا و لبخند با خنده واجه یه جواب دن تو رای دن. الله تبارک تعالی ما شما را نیکشری مردم ها همه مردم ها شما را من نیکشری خطاب کنم به خاطر که من مخاطب شمایی نیکشری شما را ما گوشتگم رسول اخلاق زندگی تا بیاره مردم آزار مبه تا توانی دلی به دست آور دل شکستن هنر نمی باشد. کمالی نیست که بده مردم آزاری بکنه. برای یه پیام به یک دیگر بده. پدران و فرزندان پیام بدین. فرزندان به پدرانی باید اگر دانه که ایشانی تا تعدی تجاوز هستیم ظلم ستم هستیم به یک دیگر بگشه. شما یه پیام رسول اش کنه که بر شما لازمه که به یک دیگر پیام مبارک رسول الله اخلاق کریمه رسول الله درباره اخلاق درباره نماز درباره زکات درباره دین پیام پیغمبر رو به مردم به یک دیگر برسینه. الله تبارک و تعالی شما دوستان جزای خیر بدن. یه اتفاقات که در هفته گذشته پیش آمدن در از اتفاقاتی که در غزه روزانه پیش آمدن تا الان 42,000 نفر به شهادت رسیدن و زخمی شدن. شهادت نصرالله حسن نصرالله و آی امیاران و بسیاری از فرماندهان سپاه ایران به دست یه ستمگر و کودکش به قول بزرگان دعا کنید الله تبارک تعالی اسرائیل هرچی زودتر شکست بدن و به زبالدان تاریخ یا دور بدن و الله تبارک تعالی جوان مردان از ایران تا هر کجا دنیا اسلام الله تعالی مسلمان توفیق اتحاد و وحدت بدن. در واقعش از مسلمانانی جدایی و تفریقات سوء استفاده کنگن. مجددا الله تبارک و تعالی تمام دنیا اسلام توفیق و وحدت بدن و دست به هم دیگر بدهند. و اگر به قول امام راحل اگر یا سطل آب بر اسرائیل بریچه اسرائیل آب بارد اگر یا تیر اعتراشی بکنه هیچ کسی بودن نمانه. الله تبارک و تعالی مسلمان توفیق اتحاد و وحدت بدن تو و دشمن اصلی ما را که یهودیت و صهیونیسم بنده الله نابود بفرمانی و اسلام و مسلمان الله تعالی شوکت و غلبه نصیب بدند. دعای مغفرت برای حسن مرحوم حسن پدر مولا عبدالغفور که هم بگاد کاستین روی وفات بوده که دعا کنه الله تبارک و تعالی درجاتان بلند بکند و به قول یه واجبی که همیشه نماز جماعت حاضر بوده مرتی جای خالی که دعا کنه الله تبارک و تعالی ای عبادت و نمازان سبب ای مغفرت بکند و ای اولادم خدا توفیق بدن که همیشه بودی مرحوم پدر و همه ما شما بودیم مرحوم پدران که اگر دنیا رفتگان ان شاء الله با دعا با صدقات آن یاد بکنین تو آن روحا تازه بکنین. کمک‌های اثر به اعلان امر به ما نامزدیک دیگر بوده که صندوقان 11 دنا یرن
کمک های غزه، لبنان، یمن یا نه ایران شما نقد دایتان یا کارتی هر چیزی واریز کنتم برای کمک بکنه که در شان نیکشهر و شهرستان نیکشهر بیوته یه کمکی برای مسلمانان جنگ زده بیوته. الله تبارک تعالی همه شما را توفیق خدمت بدن. نیکشهر شهر تاریخی انشالله مردان تاریخی شهر تا زندگی که شما آشارا به نام آبزرگان همیشه یاد بکنید و آیان نامه زنده نگه بداره. برای یوسف شیرانی در بند و به شهادت رسه دعا کنید خداوند تعالی درجات علو درجات بگن تو آی خانواده صبر توفیق بدن. مجددا طلب شفا برای عبدالحمید اربابی که در بخش سیسی بیمارستان نیکشهر بستری دعا کنید خداوندشان هر چیز زودتر شفای عاجل و کامل نصیب بفرمایید. دعای مغفرت برای حمید رحیمی فرزند مرحوم ایرک اخی تازه وفات بوده نامه سر برای برادر خلید یک بوده. دعا کنید خداوند تعالی یه مرحوم هم مغفرت بکن تو تمامی اموات هم میگن خدا درجات عالیه برسونید تو جنت الفردوس همه اینا نصیب بفرمایید.